سلام، به قسمت دوم پادکست من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام درباره موضوع افزایش وزن و کاهش وزن خودم صحبت بکنم. خب من پارسال بود، سال 1402 بود که تقریبا 21 کیلو وزن اضافه کردم توی یک دوره خیلی خیلی کم، حدوداً 3-4 ماه. به خاطر یک سری از اتفاقایی که برام افتاده بود این اتفاق افتاد و داشتم زندگیمو میکردم، کنار اومده بودم با اون وزن و همه چی خوب بود تقریبا. بعد از چندین ماه، 6-7 ماه که دیگه از اون اضافه وزن گذشته بود و با اون وزنی که وزن تازه من بود داشتم زندگی میکردم، فهمیدم که یک سری از کارهایی که قبلا میتونستم بکنم و الان نمیتونم دیگه به اون خوبی انجام بدم و خیلی ناراحت بودم از این بابت و تحرکم کم شده بود، انرژی نداشتم و تصمیم گرفتم که این وزن رو کم بکنم و بار اول تلاش کردم نشد، بار دوم تلاش کردم نشد و بار سوم بالاخره با تحقیقاتی که کرده بودم در این زمینه، بالاخره با سختی و مشقت خیلی خیلی فراوان تونستم که این کار رو بکنم توی یه بازه تقریبا 3 ماهه. ولی اون 3 ماه خیلی سخت گذشت، یعنی واقعا خیلی سخت گذشت و من تازه اونجا بود که متوجه شدم چرا خیلیایی که اضافه وزنای خیلی بالاتر از اون موقع من دارن وزنشون رو کم نمی کنن یا تلاش میکنن که کم کنن و شکست میخورن، چون که خیلی کار سختیه، خیلی خیلی کار سختیه و اگر به اندازه کافی اون شرایط برات مهیا نباشه شاید نتونی که این کار رو انجام بدی. از خیلی از نظرات، از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ وضعیت لایف استایلت. برای اینکه مثلا الان من خیلی ها رو میبینم که توی اینستا میذارن پستایی که درباره کاهش وزنشونه و فیتنس کوچن، فیتنس کار میکنن، بدنهای فوق‌العاده فیتی دارن و خیلی خفنن و اونها غذاشون غذای آماده است، یعنی به صورت پک هایی میگیرن و اون پک ها رو روزانه خریداری میکنن. حالا کسی که باش کار میکنن هزینه‌شو پرداخت کردن، میده بهشون و اونا همون قدر رو میخورن و بعدا ورزش میکنن و خب این خیلی هزینه بالایی داره و شاید همه نتونن این کارو بکنن و قطعا همه نمیتونن این کارو بکنن و حالا خیلی داستان‌هایی هست درباره این قضیه. ولی بحث دیگه که پیش میاد بحث دید اجتماع، دید عمومی راجع به این قضیه است، راجع به آدم‌هایی که اضافه وزن دارن و آدم‌هایی که سوء تغذیه دارن. خیلی بده به نظر من. اولین چیزی که من با اضافه وزنم متوجه شدم همین تغییر رفتارهای بقیه نسبت به من بود، با اینکه من همون آدم بودم، حالا یه 20 کیلو توپلتر، سنگین‌تر، ولی یهویی کاملا عوض شد. حتی اونایی که میدونستن برای چی این اتفاق افتاده و توضیح داده بودم براشون، باز هم مثلا میگفتن که این چه وضعیتیه یا
چرا نمیخوای شروع کنی به اینکه وزن تو کم کنی، یا اصلا چرا اینجوری شده، با اینکه من توضیح داده بودم قبلش بهشون. و خیلی اتفاقای این چنینی افتاد. و بعد از اینکه من با سختی فراوان تونستم وزنمو کم بکنم، توی اینستام گذاشتم پستایی درباره این موضوع و واکنش‌های مختلفی گرفتم از آدم‌های مختلف. یه سریا با من همسو بودن، هم نظر بودن، ویدیوهامو کامل دیده بودن و تقریبا فهمیده بودن که من دارم درباره چی صحبت میکنم. ولی یک سری دیگه نه ویدیوهامو کامل دیده بودن، نه فکر کرده بودن و اونایی که دیده بودن و هم نظر بودن که خیلی صحبت کردیم با هم دیگه درباره این موضوع که حالا از من مشاوره میخواستن، با اینکه من اصلا خودم هنوز شاید بخوام 10 کیلو دیگه کم کنم، هنوز به عنوان اصلا یک آدم لاغر حساب نمیشم، یا اصلا آدمی که حتی موفق باشه توی این کار. خیلی در واقع خیلی دیگه هستن که خیلی بهتر تونستن وزنشون رو منیج بکنن و اینا. ولی به هر حال خیلی هم میگفتن که آقا ما سرطان داشتیم، ما افسردگی داشتیم، ما تنبلی تختان داشتیم، ما فلان بیماری رو داشتیم، ما فلان قرص رو مصرف کردیم، آقا من اصلا فلانی فوت کرد، افسردگی گرفتم، فلان کنکور برام پیش اومد، همش دلم میخواست غذا بخورم. خیلی از این اتفاقات هستش و نمیدونم واقعا به نظرم برای کافی صحبت نمیشه دربارش و اینجوری میشه که اون آدمایی که براشون این موضوعات هیچ وقت پیش نیامده و درگیر نشدن با موضوعات ایتینگ دیسوردر و موضوعات دیگه‌ای خوشبختانه و از اون بر متوجه نمیشن و خیلی بی‌پروا صحبت میکنن، خیلی بد قضاوت میکنن، خیلی بار منفی داره این قضیه و اصلا کلا تو جامعه ما این قضیه خیلی بار منفی داره و نمیدونم قبلا اینجوری نبود، 200 سال پیش اینجوری نبود. الان جوریه که هرچی لاغرتر باشی پرفکتری، بهتری و پرتلاشتری انگار، در صورتی که اصلا ربطی به پرتلاشی یا کم تلاش بودن ما در بعضی از موارد میتونه نداشته باشه و گفتم ناخواسته پیش اومده باشه، چاقی یا لاغری. ولی آدم ها اصلا به این موضوعات فکر نمی کنن، خیلی هاشون، و هنوز بر این باورن که اگر یکی لاغره پس ورزش کرده، اگر یکی چاقه پس ورزش نکرده، در صورتی که اینجوری نیستش. و یک سری دیگه از آدمایی بودن که روی همون اینستای من که دیده بودن اون پستا رو شروع کردن به این که به من که حواست باشه دوباره چاق نشی، حواست باشه کم غذا بخور، حواست باشه فلان کارو نکن، در صورتی که اصلا شاید خیلی از این آدما اون بازه از زمانی که من اون 20 کیلو 1 کیلو رو اضافه کرده بودم منو ندیده بودن و فقط از روی همین صفحه مجازی من که من خودم اون پست ها رو درست کرده بودم و گذاشته بودم برای آگاهی بیشتر و برای اینکه احساس تنهایی کمتری بکنم، دیده بودن و این صحبت ها رو کردن با من که این خیلی برای من جالب بود. و بعد از اون من تصمیم گرفتم که اونجا رو بذارم بیشتر برای همون عکسای هر از گاهی، برای هر از گاهی یک ویدئویی که دوست داشته باشم و دیگه به اون شکلی نباشه که داشتم اونجا انجام میدادم، اون موقع انجام میدادم. و اینجا به نظرم یه محیط خیلی بهتریه، تایم بیشتری میتونی صحبت کنی درباره موضوعی که میخوای و شاید خیلی بهتر بتونی
اون چیزی که واقعا میخوای بگی رو بگی. و این بود از این داستان. و اون زمان من رژیم خیلی سختی رو شروع کردم. رژیم 1300-400 کالری در روز و روزه گرفتن های خیلی طولانی، مثلا 20 ساعت در روز و توی اون 4 ساعت باقی مونده مثلا اون 1000 کالری 1400 کالری رو میخوردم و خیلی سخت بود و اصلا نمیتونم تصور کنم که آدمی که میخواد بیشتر از 20 کیلو کم کنه چند ماه دیگه باید اون کارهایی که من کردم رو بکنه تا بتونه اون وزنش رو کم بکنه و خیلی سخته. خیلی سخته. بیشتر روز مجبور بودم بخوابم تا احساس گرسنگی رو تحمل بکنم یا بهم فشار نیاره. خیلی عصبی بودم، خیلی گرسنه بودم، خیلی داشتم همش به غذا فکر میکردم. و خیلی سخت گذشت و بعد از اون ماجرا بود که من خیلی حساس شدم و انگار غذا خوردنم دیگه مثل قبل نبود، دیگه مثل قبل از این ماجرا نبود. همش هی درگیر این هستم که حالا اگر دوباره بشم مثل اون وزن چی؟ حالا اگر 1 کیلو وزن اضافه کنم چی؟ حالا اگر 1 کیلو وزن کم کنم چقدر باید تلاش بکنم براش؟ و اینا فکرایی بود که من اصلا نمی کردم توی این سالا. و دوست دارم که این موضوع رو بتونم یه جوری منیجش بکنم، یه جوری حل و فصلش بکنم و دوست دارم این آگاهیه بین ماها بیشتر شکل بگیره. من اصلا ندیدم آدمای زیادی که درباره این مسائل صحبت بکنن، هم مسائل اختلالات غذا خوردن، هم مسائل چیزای دیگه که باعث تغییرات وزنمون میشه. و اگر شما تجربه‌ای دارید در این خصوص، اگر که اتفاق خاصی بوده که تو ذهنتون افتاده از زمانی که اضافه وزن داشتید یا دارید و یه حرفی زدید که یه حرفی شنیدید از بقیه که خیلی ناراحت شدید، که حرف اون آدم هم اشتباه بوده یا ناراحت کننده بوده، به هر حال اگر دوست دارید بیاید بنویسید دربارش، بلکه این بار منفی کم بشه، این آگاهی بیشتر بشه و آدم‌ها یکم بیشتر فکر کنن به تاثیراتی که میتونن با حرفاشون روی ما بذارن. و به نظر من لازم نیست که انقدر با هم دیگه نامهربون باشیم، یا اصلا به نظر من اونقدر هم اصلا لازم نیست از روی حتی دوست داشتن بخوایم این همه به هم دیگه اونقدر دیگه همدیگه رو به نظر من دوست نداشته باشیم. خیلی بهتره، چون اذیت کننده است این که واقعا بخوای این حرفا رو هی بشنوی که حواست باشه که دوباره چاق نشی، حواست باشه که دوباره لاغر نشی، حواست باشه که فلان غذا رو نخوری. واقعا مگر چند سال مگه میخوایم زنده باشیم؟ یا اصلا زندگی به نظر من ارزش این همه اعصاب خوردی رو نداره و یکم با هم دیگه مهربون تر باشیم. این بخش اول از این اپیزود بود. احتمالاً بخوام درباره این موضوع به خصوص باز بیشتر صحبت بکنم، چون خیلی جا داره که هنوز دربارش صحبت بشه.
اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایکش کنید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو دنبال کنید و همین. توی ویدیوهای بعد میبینمتون.